آمدیم در یک مکان باشکوه در قلب هرات. یک نگین درخشان در گوشه از دامن هرات. با ما همراه شوید تا این مکان باشکوه را ذره به ذره به تصویر بکشیم. بیننده های عزیز، سلام و شب شما بخیر. ما داخل این مکان باشکوه شدیم و با یکی از مسئولین این مکان روبرو شدیم و سلام علیک داشته باشیم و همکاری از اینا می‌خوایم داشته باشیم. سلام، وقت شما بخیر. علیکم، خوش آمدین. قربان شما. ما کجا اومدیم؟ شما به قصر سلطنتی آتلانتیس آمدیم. بله بیننده های عزیز، قربان شما، تشکر. ما از شما یک همکاری می‌خوایم. هزاران نفر شما را همین اکنون میبینه و این مکان باشکوه شما را ما قراره به تصویر بکشیم. اگر لطف کنین تمام بخش‌های از را با ما به معرفی بکشیم. مشکل نداره، بسیار خوش آمدیم. و از کجا شروع کنیم؟ اولتر از همه بگم سلام به همه بیننده شما. بفرمایید. همه شما سلام تقدیم میکنم. امیدوارم جور و صحتمند باشید. محمد رفیع اکبری هستم، یکی از مسئولین تالار قصر سلطنتی آتلانتیس. همچنین ما به خدمتیم. اگر لطف کنیم در کل یک توضیح عمومی بدین که چند بخش داره و چی فعالیتایی در اینجا میشه. این تالار که هستش برای 4 سالن داره همزمان. دیگه 2 سالن کلان برای زنانه و اختصاص دادیم و 2 سالن هم خردتره که برای مردانه خود توسعه میکنیم. دیگه در کل 4 سالن داره و پارکینگ داره و آشپزخانه، همه چیز پارکینگ، آشپزخانه. بله، پارکینگ هم وسیع و کلان، آشپزخانه هم همچنین پاک و تمیز، هم منظم. بیننده های عزیز، قراره که تمام بخش‌های از این مکان باشکوه را برای شما به تصویر بکشین. همراه ما باشین. در کل سالن مردانه، درست؟ بله، این سالن مردانه، سالن سلطنتی به نام سالن سلطنتی مردانه. بله، که داخل از سالن گنجایشش چند نفر هست؟ گنجایش از 300 نفر تا 350 نفر به داخل هر سالن مردانه ما جای که ما میتونیم از مهمان خود پذیرایی کنیم. بله، با هر سالن مردانه ما 300 تا 350 نفر و هر سالن زنانه ما که هست 1100 نفر تا 1200 نفر همزمان میتونیم که ما در کل میشه دیگه هر سالن ما 1100 نفر و هم 300 نفر تقریبا 1400 1500 نفر ما جا داریم به هر 2 سالن. خب بیننده عزیز، قراره که ما در بخش اول سالونی یا همون سالونی اوله به نمایش بگذارم. فکر کنم میمان هم دارین، درست؟ بله اینجا دیگه نام خدا از این روز که افتتاح شده دیگه همین شب و روز میمانی یا در شهر. بله، یعنی هر شب اینجا مجالس هست، هر شب و هر روز. خیلی بله. و در کل فکر کنم این قسمت پذیرایی سالن اوله، درسته؟ بله، که کسی که میمانوش هسته در اینجا موقعیت داره، درست؟ بله، اینجا پذیرایی و این قسمتی که مردم داخل میشن در کل حضور دارن، درست؟ خیلی. بیننده عزیز همراه باشین، ما به سالن اول این تالار قرار داریم. و دقیقاً بیننده عزیز ما داخل سالن شدیم و همین اکنون هم نمایشیه و مهمانا همه حضور دارن، بسیار به یک سر و صدا و یک تجلل کاملا عالی. همراه ما باشین، ما قراره در کل به تصویر بکشیم. بیننده های عزیز، اتفاقا وقتی داخل سالونی اول یا داخل سالونی شدیم، مهمانان کاملا عالی در اینجا مصروفی میوه خوردن و همچنان یک نمایشی از هنرمندان بسیار محبوب هرات که شما به تصویر دیدین هستند. ما قراره که بالاخره صف تا صد از این تالار را به تصویر بکشیم و شما بیننده برنامه ما باشید. بیننده های عزیز،
طبقی که در تصویر دیدین سالونی A و یا سالونی اولی ایتالا را به تصویر کشیدیم و سالونی بعدی هم سالونی مردانه این شکل و دو سالونی زنانه داره که ما تصاویری از اونها با شما شریک می‌سازیم. بیننده‌های عزیز، سالونی زنانه را هم به تصویر کشیدیم و چشم ما به دفتر گلسازی خورده. بریم ببینیم که در داخل از این تالار چگونه گل میسازن. درسته نه؟ بفرمایید. هستن؟ فعالن؟ بله. خیلی خوب. روی از کجاست؟ بفرمایید از این پلا میرم. بله. پلای عجیب و غریبی داره. امیدوارم خلاصه نه خیلی راحته. زمین نخونیم. بفرمایید مهربانی. بفرمایید، خوش میکنه. بیننده‌های عزیز همراه باشین تا دفتر گلسازی این تالار با شکوره به تصویر بکشیم. با ما باشین. بیننده‌های عزیز، در قسمت آشپزخانه از تالار قرار داریم و ما قراره بریم داخل آشپزخانه و ببینیم که در این آشپزخانه چی فعالیت‌های میشه. ماشاءالله چیزی که ما به تصویر میبینیم چقدر دک‌های بزرگی در اینجا هست و یقین دارم که گنجایش خیلی از میزبانی مهمانان را در اینجا دارن. ما یکی را پیدا میکنیم که در بخش آشپزخانه با ما معلومات بده که در کل چند تا دیک اینجا هست، چه غذاهایی پخته میشه و در کل یک سلام علیکم با پرسنل آشپزخانه ای تالار داشته باشه. برادر سلام علیکم. خوب هستین؟ قربان شما. ما باشم روی مو کاکا جان یک سلام علیکم بکنم. کاکا خوبین؟ سلامتین. قربان شما. سلامت باشیم. یک معرفی کوتاه. داوود تسلیمی هستم، مدیر نظارت تالار قصر سلطنتی اتلانتیس. خب اگه اجازه باشه که من جای شوم. ما در کل میخوایم که در این قسمتی از برنامه خو آشپزخانه از این تالار را به تصویر بکشیم. در کل امشب چند تا دیگ پخته شده؟ در کل امشب با تعداد 19 دیگ ما پخته داریم. خیلی خوب. بله. تعداد بسیار 9 دیگ برنج، تقریبا 4-5 دیگ گوشت، بسیار کباب مرغ. خیلی خوب. این کباب مرغ؟ بله. خیلی خوب. این هم همچنان؟ همچنین بله. خیلی خوب. طبقی که بیننده‌های عزیز در تصویر می‌بینیم ما از اون دکای اول شروع می‌کنیم که همون کباب مرغ به تصویر کشیدیم و همچنان ادامه میدیم تمام دکار که شما بیننده باشین و بفهمین که به داخل زی آشپزخانه چی فعالیت‌هایی میشه. و این چیه مدیر صاحب؟ این دیگ ما قصد پوشتیه. خیلی خوب. پوشتی کباب. خیلی خوب. این بعد به سر منقرا به سر اینا پکه میشه و باز پوشتی میشه. خیلی خوب. کباب هست، کباب گوشت گوسفندمانه. این 2 3 4 5 6 دیگ بسیار. همین 6 دیگ در کل که هست اینا کباب گوسفنده، درسته؟ بله. خیلی خوب. گوشت گوسفند ببینیم تصویر بگیریم. خیلی خوب.
بیننده‌های عزیز، طبقی که شما در تصویر می‌بینین در نخست کباب مرغ بود و اکنون کباب گوشت گوسفند و ادامه میدیم که ببینیم که در داخل دیکای بعدی چی است و این پرسونل چی هست و حال دارن داخل آشپزخانه. همراه ما باشین. دکاز دو پیازه. خیلی خوب. بله. یا همچنین دو پیازه. خیلی خوب. اینا دو پیازه درسته؟ دو تا دیک داریم؟ بله دو پیازه. خیلی خوب. امشب محفل شما در کل چقدر مهمان داره؟ ما در کل امشب تقریبا 450 قوری داریم. بیش از 1350 نفر. 1350 نفر؟ بله. خیلی خوب. بزرگترین پذیرش مهمان شما در داخل از تالار چند نفره؟ ما تا 1950 نفر ما به اینجا به حساب پذیرش کردیم. چیزی کم 2000. بله. بیننده‌های عزیز همراه باشین و ما میریم در قسمت بعدی آشپزخانه ببینیم که داخل از دیکای دیگه چیه و توجه من خیلی جلب کرده به سمت خود. همراه ما باشین. 8 تا اینا همه کلا برنج با قابلیه. خیلی خوب. میشه سر یکی از دیکارا اینا در کل برنج درسته؟ برنج با قابلی. یعنی برنج سفید با قابلی که از قابلی چون سرریزه با گوشت لاغوری که میگن. دیگه اینا به حساب برنج سفید گفته میشه. فقط دو تا قابلی. خیلی خوب. ما باشه یکی از امی آشپزا را همراهی بکنن که یکی از امی سرهای زیدی که واس کنن و به تصویر بکشیم. سلام برادر، خوبین؟ بخیر باشین. میشه سر یکی از این دکاخ رو واس کنین؟ ماشاءالله 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 ماشاءالله. این همو برنج سفید شما؟ بله بله برنج سفید بله. خلیفه عبدالرحمن جان خود اینا سر آشپزم دیگه. همینجوری این پرسونل 12 نفر وزیر اثر از اینا. وزیر اثر از اینا. بله خیلی شخص زحمتکش شد با سلیقه و تمیز و همه چیز دیگه. اینا دیگه در کل برنج صحیحه؟ بله. چقدر پاک بیننده‌های عزیز، طبقی که در تصویر می‌بینیم همه چیز منظم و پاک. خیلی خوبه. این برنج چیه؟ این قابلیه. قابلیه. او برنج سفید بود و این قابلیه. بله قابلیه با گوشت داره، هم مولنگ داره و گوشت میشه. و در کل هم تو ادامه داره درست؟ بله بله. بیننده‌های عزیز همراه ما باشین. ما قرار از 0 تا 100 این تالار را به تصویر بکشیم و تمام بخش‌ها رو به شما بیننده‌های عزیز نشان بدیم. بیننده‌های عزیز داخل شدیم به گلسازی تالار و ما برام مسئولی از را پیدا کنم تا ببینم همراه ما گپ میزنن یا نه. السلام علیکم. و علیکم السلام. صحت شما خوب ان شاء الله؟ بخیر. قربان شما. بیننده‌های عزیز شما رو بسیار زیاد دوست دارم و ما واقعا خسته شدم از بس که کل از تالار رو با شما به تصویر کشیدیم. یک معرفی کوتاه اگر لطف کنیم، هزاران نفر شما رو اکنون میبینن. قربان شما، تشکر. عبدالخالقم. خیلی خوب. تخلص؟ رحیمی. آقای رحیمی. چقدر وقت میشه اینجا مسئول گلسازی تالاری؟ مسئول گلسازی تالار 4 ماه میشه. 4 ماه. خیلی خوب. لذت میبرین از کار؟ خدا شکر. خیلی خوب. خیلی خوب. در کل میشه یک توضیح بدیم چه کار میکنین اینجا؟ اینجا که هست دیگه بخش دیزاین تالار به جمع مونه. همه استجار جور میکنیم، بخش تالار دیزاین میکنیم. همین کارمونه. اگر فرض مثال من صاحب محفل باشم به خاطر تهیه استیج باید امروز شما صحبت کنم درسته؟ بله. فکر کنین که میخوایم یک عروسی کاملا متعالی برگزار کنم، بهترین استیجی که شما میسازین چقدر قیمت داره؟ بهترین استیجی که ما میسازیم 5000 افغانی. 5000 افغانی؟ خیلی خوب. بردن هم هست یا نه؟ به چی بردن؟ یعنی ما هر چیزی که اینجا استفاده میکنیم گل چیزی اینا رو ببریم خود خود. بردن دیگه اگر زیاد ببریم نه، متا کم با مشکل نداره. کم اجازه است؟ اندازه 1000 ببریم مشکل نداره. امشب شما داشتین کدام استیجی؟ بله. به چند جور کردین؟ به 5000 افغانی. شما اینجا معاش میگیرین؟ ما نه، ما اجاره داریم. اجاره دارین اینجا؟ خیلی خوب. تجربه کاری از کجا پیدا کردین؟ تجربه کاری 20 سال میشه که کار مونه. اتالار الموس شهر. اونجا بودین اول ها؟ از این فضا لذت میبرین؟ خدا شکر. خوبه. خیلی خوب. پیام میبینین دها دارین؟ پیام دیگه همه خوب و خوش باشن، صحیح و سالم باشن، میبینید پیام دیگه. قربان شما. من کوشش کردم امروز شما کمی جدی‌تر صحبت کنم، گفتم باشه ببینم کمی لبخند زیبا شما پس میشه یا نه، دیدم نه تا آخر میخندم. $1 میلیون قرض دارم میتونم بخندم. بله. خداوند همیشه خنده بر لبا شما داشته باشه. اوقات خوب و خوشی داشته باشین. بیننده‌های عزیز همراه باشین تا فکر کنم قسمت آخری برنامه ما می باشه و میریم به سمت دفتر مرکزی و همراه مدیر مسئول تالار گفتگویی داریم و سوالات رو باز اینا مطرح میکنیم. همراه ما باشین.
بیننده‌های عزیز، داخل دفتر مرکزی تالار قرار داریم و همون تو بیخبر آمدیم. مقصد سلام، وقت شما بخیر. خوبین؟ صحت خوب؟ شما خوبین انشالله؟ بخیرین؟ قربان شما. ماشاءالله خوبین؟ صحت خوب؟ فکر کنم 3-4-5 تا مدیر اینجا وجود داره. من مقصد نمیفهمم انتخاب کردن سخته، چون با همینجا قرار دادم خود از اینا صحبت میکنم. خوب هستین انشالله؟ بخیر باشین قربان شما. کجا بشینین؟ مهربانی، تشکر. بفرمایید. بیننده‌های عزیز، طبقی که در تصویر میبینین، همین اکنون در داخل دفتر مرکزی تالار قرار داریم و با مدیر صاحب قرار یک سلسله سوال‌های داشته باشیم تا معلومات شما زیاد شود و چیزی باقی نمونه. وقت شما بخیر. سلام، عرض ادب، خسته نباشید. خدمت تمام بینندگان خیلی خوش آمدین. برارغان قربان شما، بخیر باشین. اسم شما؟ اسمم عبدالرحیم. اشتباه که نکردم مدیرین؟ بله. خیلی خوب. ببینید ما روانشناسی ما خوبه، خیلی عالی. میریم روی سوالا. در کل از سال تاسیس ازی تا اکنون چند سال میگذره و چی وقت تاسیس شد؟ سال تاسیس از اینا خود 21/4/1404 یعنی 4 ماه میشه، 4 ماه و 5 روز میشه که اینا افتتاح شده یک تالار. بیننده‌های عزیز، سوژه هایی که انتخاب میکنم کاغذ پیچه کلگی. و سوال بعدی، در کل این تالار گنجایش چقدر مهمان داره؟ یعنی شما میزبانی از چقدر نفر میتونین اینجا بکنین؟ این تالار گنجایش 4 سالن داره در کل. 2 سالن کلون داره، 2 سالن میانه، 1 سالن کلون. هر سالن گنجایش 1050-1100 نفر داره. بله. در این بخش همون قسمت آشپزی و غذا دادن برای مهمانا بیشتر فکر کنم اینجا عروسی‌ها برگزار میشه، درست؟ بله بله. و تو بله. یعنی مثلا مهمانی‌ها هم اینجا برگزار میشه به استثنای عروسی؟ خیلی کم. خب بله خیلی کم. ولی در کل عروسیه. در کل عروسیه، بله عروسی و شرکت. آشپزی و تمام مسائل در همین جا هست. بله آشپزی، بخش آشپزی که هست داخل همه چیز همینجا جداگانه هست. خیلی خوب. یعنی آشپز هم خوشمونه تمام همه چیز. بله بخش خود تالاره. خیلی خوب. شما یک عروسی کاملا ساده که یک کسی اقتصادی کاملا ضعیف باشه ولی دوست داشته باشه که در تالار شما محفل عروسی خود برگزار کنه، یعنی پایین‌ترین مصرف که مو دوماد اینجا میایه به چقدر بوک میکنه اینجا؟ با خدا نظر دیگه به خواست خود مردمه. مردم غریب هم اینجا میایه محفل میگیره، تیر میشه. مردم میانه هم میایه، مردم پولدار هم میایه. تا همینجا محفل تا 80,000 هم تیر شده محفل عروسی. 80,000 چی؟ افغانی. 80,000 افغانی. این سطح پایینه نه؟ سطح پایینه بله. خیلی خوب. خب بیننده‌های عزیز، ما متوجه شدیم که ارزان ترین سرویسی که اینجا داده میشه 80,000 افغانیه و بالاترین سرویس که کلگی دیگه حالا همه منتظرن تا بشنویم ببینیم چقدره. دیگه نظر به خواست مردمه. مینو غذایی داریم، وی ای پی درجه اول، درجه دوم، درجه سوم. در وی ای پی میاد تقریبا به 2100 روپیه هر غوری 3 نفر. درجه اول میاد به 14,500، درجه دوم میاد به 1200. درجه دوم به چند؟ 1200. 1200 اول؟ درجه اول میاد به 1450 افغان هر 3 نفره. بله. خیلی خوب. در کل دیکوریشن یزی چقدر مقبول و زیبایه که واقعا هر کس از این مسیر تیر میشه و حتی از دورترین قسمت ها هم توجه مخاطبین جذب میکنه به سمت خود. در کل دیکوریشن یزی را کی کرده و چقدر انجینر بوده؟ چون واقعا یک دیکوریشن کاملا عالی داره. بله دکوریشن از این انجینر صبور میگفتم از مزار شریف، از ولایت مزار شریف آمدم دکوریشن از اینا رو اونا کردم. بله. در کل از این ساختمان از مو زیربنای و از مو خشت اولی کاملا به اساس همین تالار با همین نام با همین مشخصات ساخته شده؟ بله بله با همین مشخصات ساخته شده. قربان شما، اگر کدام پیام میبره بیننده داشته باشین. زنده باشین، سلامت باشین، بخیر باشین، موفق و تندرست باشین. تشکر. بیننده‌های عزیز، در قسمت پایانی برنامه رسیدیم. طبقی که برای شما قول داده بودم 0 تا 100 تالار را به نمایش گذاشتم و آخرین قسمت ما مصاحبه بود که اینم انجام دادیم. تا برنامه بعد شما را به خداوند کریم و رحیم میسپارم.